سلام دوستان، اگه شما هم منتظر امتحان شهروندی کانادا هستین و دارین خودتون رو واسه این امتحان مهم آماده میکنید، این سری ویدیوها رو از دست ندین. کلی سوال و تست هست که با هم میخونیم و تمرین میکنیم و من به شما یاد میدم که چجوری این امتحان رو راحت قورت بدین. پس تمام این سری ویدیوها رو از اول تا آخر ببینید، به دوستاتونم معرفی کنید. بزن بریم. خب این سوال داره میگه Who governs Canada on a daily basis at the federal level؟ میگه چه کسی داره کانادا رو اداره میکنه به صورت روزانه تو سطح فدرال کل کانادا رو کی اداره میکنه؟ اولین گزینه پرایم مینیستر، یعنی نخست وزیر، پریمیر که در واقع میشه مثلا استاندار یا در واقع کسی که توی یه استان یک سمت بالایی داره، مثل داگفورد که مسئول استان اونتاریوه. The Queen، ملکه، یا گاورنر جنرال یعنی فرماندار کل. میدونید که کانادا سیستم حکومتیش فرمانداری کله، زیر نظر ملکه است. خب ولی کسی که در سطح فدرال داره کشور رو اداره میکنه کیه؟ پرایم مینیستر یا نخست وزیر که در حال حاضر جاستین ترودو هستش داره اداره میکنه. پس گزینه درست گزینه اول. سوال بعدی میگه Which animal is the national symbol of Canada؟ کدوم حیوانه که نماد کشور کانادا؟ اولی دیره یعنی گوز، بعدیش بره یعنی خرس، بعدیش کوگره که یه نوع شبیه شغال چیزی یا شبیه گرگ اینا هست، یه حیوانیه، این حیوانی این شکلیه، و بیوره که سگ آبیه. جواب درست بیوره که در واقع میشه سگ آبی. این نماد کشور کاناداست. سال بعدی میگه What region of Canada is known as the land of the midnight sun؟ کدوم ناحیه از کانادا هستش که معروف به سرزمین آفتاب نیمه شب؟ پریری پروینسز، پروینسایی که معروفن به پریری. نورثرن تریتوریز، اون نواحی شمالی. وسترن پروینسز، استانهای غربی، یا اتلانتیک پروینسز یا استانهای آتلانتیک. جواب درست گزینه دوم نورثرن تریتوریزه. اون نواحی شمالی رو بهشون میگن سرزمین آفتاب نیمه شب. Which of the following were the first 4 provinces in the Canadian Confederation؟ میگه 4 تا استان اول، اون استانهایی که اولین استانا توی کنفدراسیون کانادا بودن کدومان؟ گزینه درست اینه، گزینه آخره، یعنی نو برانزویک، نو اسکاچیا و پروینس آف کانادا که در واقع اونتاریو و کبک رو بهشون میگفتن پروینس آف کانادا. این 4 تا هستن که در واقع اولین استانایی توی کنفدراسیون کانادا بودن. پس اگر این سوال رو دیدین این 4 تا گزینه رو باید بزنید. سوال بعدی داره میگه What does the National Register of Electors contain؟ National Register of Electors در واقع اون لیست الکتورا یا رای دهندگان شامل چیا هستش؟ The names of landed immigrants، یعنی اسم اون مهاجرایی که لند کردن. گزینه دوم The names of Canadian taxpayers، اسم افرادی که تو کانادا مالیات پرداخت میکنن. The names of all Canadian citizens، اسم همه شهروندان کانادا اونجاست. یا اینکه The names of Canadian citizens at least 18 years of age، اسم شهروندای کانادایی که حداقل 18 سال سن داشته باشن. who are qualified to vote in federal elections and referendums، که میتونن توی انتخابات‌های فدرال و توی رفراندوم ها شرکت بکنن. گزینه درست دقیقا میشه همین گزینه‌ای که میبینید، یعنی National Register of Electors، شامل
اسم تمام شهرونداییه که حداقل 18 سالن و میتونن رأی بدن. خب سوال اینه که A member of parliament from Toronto decides to spend the weekend in his or her electoral district. میگه یه نماینده مجلس، یه عضو پارلمان که از تورنتو هستش، تصمیم میگیره که آخر هفته رو بره توی الکتورال دیستریکت خودش بگذرونه، توی اون منطقه انتخاباتی خودش بگذرونه یا حوزه انتخاباتی خودش بگذرونه. خب این به چه معنیه؟ This means the MP همون مخفف Member of Parliament هستش، یعنی نماینده مجلس. کجا خواهد بود؟ In the part of Toronto where the MP was elected، یعنی تو اون بخشی از تورنتو که MP اونجا انتخاب شده. Somewhere in the USA، پس منظورش از حوزه انتخاباتی یه جایی توی ایالات متحده آمریکاست. یا taking a tour in the province of Ontario، یعنی اینکه داره یه توری رو میگذرونه تو استان اونتاریو. یا این اتاوا هستش، توی اتاوا که پایتخت هستش، اونجا قراره آخر هفتهش رو بگذرونه. گزینه درست میشه گزینه اول in part of Toronto where the MP was elected، تو همون بخشی از تورنتو خواهد بود که اونجا انتخاب شده. پس منظور از electoral district اون شخصی که توی تورنتو هستش، یعنی نماینده مجلس از تورنتو، در واقع میشه همون بخشی از تورنتو که از همونجا انتخاب شده. اصلا هیچ ربطی به آمریکا و اتاوا و بعد پروینس اونتاریو نداره. What principles out of the following is Canada's constitution based on؟ قانون اساسی کانادا بر اساس کدوم یکی از اصول زیر هستش؟ اولیش war, order and good government، جنگ، نظم و دولت خوبه یا سیستم حکومتی خوبه. peace, order and good government، به جای جنگ از صلح استفاده کرده. multiculturalism، peace and order، چند فرهنگی بودن، صلح و نظم. mobility rights, order and good government، یعنی حق جابجا شدن، نظم و حکومت خوبه. قانون اساسی کانادا بر اساس گزینه دومه، یعنی بر اساس صلح، نه بر اساس جنگ، نظم و مقررات و بعد good government. راستی اگه میخواین همین تستا رو تمرین بکنید، یه اپ خیلی خوب براتون دارم که لینکش رو تو قسمت توضیحات براتون میذارم. نصب بکنید روی موبایلتون، ببینید صفحاتش هم با هم دیگه چک بکنید. اینجا میتونید تستا رو ببینید، بزنید، برید سوال بعدی. مثلا به این صورت تستای مختلف هست. بعد وقتی انجام شد، تموم که شد، به شما درصد میده که چقدرشو درست زدین و اینکه چند تا جواب درست داشتین، چند تا جواب غلط داشتین، کدوم‌ها رو رد کردین و میتونید این امتحان رو چند بار بدین یا اینکه بعد بیاین جواب سوالا رو هم اینجا ببینید. مثلا اینجا دقت بکنید، من سوال 5 رو غلط زدم، سوال 6 رو درست زدم. در هر دو صورت جواب درست هم به رنگ سبز بهتون نشون میده و توضیحات هم بهتون میده به زبان فارسی که کامل براتون جا بیفته. خلاصه تو زمان بیکاری هر وقت که منتظر کسی بودین یا تو ترافیک میتونید این اپ رو استفاده بکنید و حسابی واسه امتحان آماده بشین. پس این اپ رو هم از دست ندید. در نهایت دقت بکنید اینجا مثلا بهتون میگه که در چه تاریخی کدوم تستا رو انجام دادین، چند درصد هم درست زدین. همه این چیزها رو تو این اپ بسیار خوب میتونید یه جا داشته باشید. Which of the following are Atlantic provinces؟ منظور از استانهای آتلانتیک کدوم است؟ گزینه‌ها رو نگاه بکنید. گزینه درست میشه گزینه اول. این استان‌ها هستش که بهشون میگن استانهای اتلانتیک: نیوفاندلند، نووا اسکوچیا، نیو برانزویک و پرنس ادوارد آیلند. اینا رو یادتون باشه، اینا رو باید حفظ بکنید، چیز خاصی نداره. Who was the first Prime Minister of Canada؟
اولین نخست وزیر کانادا کی بوده؟ سر جان ای مکدونالد، سر گای کارلتون، سر آیزک براک و سر لویی هیپولیت لافونتن. اولین پرایم مینیستر کانادا مکدونالد بوده. اگه میخواین یادتون بمونه یاد ساندویچ مکدونالد بیافتین و غذای مکدونالد، اینو میتونید اینجوری حفظ بکنید که اولین نخست وزیر کانادا آقای مکدونالد بوده. این سوال داره میگه Which Canadian province is the largest producer of oil and natural gas؟ یعنی کدوم استان توی کانادا هستش که بزرگترین تولید کننده نفت و گاز طبیعیه؟ آلبرتا، کبک، نوواسکوچیا یا اونتاریو؟ آلبرتا هستش که بزرگترین تولید کننده نفت و گاز هستش توی کلگری و توی ادمونتون و اون نواحی. و جواب درست آلبرتا هستش. سوال بعدی میگه of the following، از موارد زیر what is the non-Canadian not allowed to do؟ یعنی یه کسی که کانادایی نیست، در واقع شهروند کانادا نیست، کدوم از این کارهای زیر رو نمیتونه انجام بده؟ نگاه بکنید الان ماها که داریم این امتحان رو میدیم هنوز شهروند نشدیم، باید این امتحان رو بدیم برای اینکه بتونیم اون حق رو هم به دست بیاریم. own a house or a farm، یعنی صاحب یک خونه یا یک مزرعه بشیم. get higher education، تحصیلات عالیه داشته باشیم. get health insurance، یعنی بیمه سلامت داشته باشیم. یا vote in federal and provincial elections، یا اینکه توی انتخابات فدرال و استانی بتونیم رأی بدیم. پس کسی که شهروند نشده، هنوز کانادایی نشده، گزینه‌ای که براش درسته اینه vote in federal and provincial elections. نمیتونه توی انتخابات رأی بده ولی میتونه خونه بخره، میتونه درس بخونه، میتونه بیمه سلامت داشته باشه. پس باید خیلی سریع این امتحان رو بدیم با موفقیت برای اینکه بتونیم حق رأی رو هم به دست بیاریم و در واقع بتونیم پاسپورت کانادایی هم داشته باشیم. What are the three branches of the Canadian government؟ 3 تا شعبه یا 3 تا بخش اصلی دولت کانادا کدوم است؟ گزینه اول رو دقت بکنید، اگزیکیوتیو یعنی اجرایی یا مجریه، لجیسلاتیو یعنی قانونگذاری یا همون مقننه، و جودیشال هم قضایی است، سیستم قضایی هستش. این سیستم درسته. توی بقیه گزینه‌ها نگاه بکنید، سنت مثلا هستش، معنی سنا که بخشی از دولت نیست. تو گزینه سوم پلیس رو داریم که پلیس بخشی از دولت نیست و توی گزینه آخرم مانرکی هستش که بحث سلطنت و ملکه و اینا هستش که اونم بخش از دولت نیست. دولت خودش فقط 3 تا بخش داره مثل ایران، قانونگذاری یعنی لجیسلاتیو، مجریه است و در واقع حالت قوه قضاییه یا دادگاهشون هستش. What is the highest honor a Canadian can receive؟ یعنی بزرگترین افتخاری که یک کانادایی میتونه دریافت بکنه چیه؟ ویکتوریا کراس، نشان ملکه است، The Order of Peace، نشان صلح، یا Canadian کراس، صلیب کاناداست، یا The Canadian Crown یا تاج کاناداست. بزرگترین و بالاترین افتخاری که یک کانادایی میتونه به دست بیاره ویکتوریا کراسه. What is Canada's system of governance؟ سیستم حکومتی کانادا چیه؟ پلیس ستیت یعنی پلیس، پارلمنتری دموکراسی پارلمانی و کانستیتوشنال مانارکی یعنی سلطنتی که مبتنی بر چی باشه؟ قانون اساسی باشه. این گزینه درست نیست. گزینه سوم اول از همه توضیح میدم برای اینکه بخوام اول برسیم به این و بعد بقیه گزینه ها رو هم چک بکنیم.
فدرال استیت میشه دولت فدرال. پارلمنتری دموکراسی همونطور که گفتم یعنی دموکراسی پارلمانی. و کانستیتوشنال مانارکی یعنی سلطنتیه که مبتنی بر قانون اساسیه. بقیه گزینه ها اشتباهه. مثلا گزینه آخر رو نگاه بکنید، دیکتاتورشیپ توش هستش. تو سیستم حکومتی کانادا چیزی به نام دیکتاتوری وجود نداره. To which of the following communities do the majority of Canadians belong? majority یعنی اکثریت. اکثریت کانادا، اکثر مردم کانادا belong یعنی تعلق دارن به چی؟ به کدوم از این کامیونیتی ها یا این جوامع تعلق دارن؟ مازلمز یعنی مسلمونا، هندو، جویش یعنی یهودی و کریسچنز یعنی مسیحیت. میدونید که اکثریت مردمی که تو کانادا زندگی میکنن مسیحی هستن و از گزینه کریسچنز درسته. خب خسته نباشید، برین یه قهوه‌ای بخورین، یه چایی بخورین، یه خود استراحت بکنین، برگردین ویدیوی بعدی رو هم از دست ندین. ویدیوی بعدی از این سری رو هم حتما مشاهده بکنید، اپ رو هم نصب بکنید. یادتون نره اگر خوشتون اومد به دوستاتونم معرفی بکنید. لایک و کامنت هم یادتون نره.